درود بفرستم به بینندگان بینیاد عزیزی رادیو آزادی و کاربران آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب که همین حالا به ما پیوستند و من شعله گلخواجه رو تماشا دارند. واقعا عزیزان دل من یک هفته از شما دور بودم، هیچ کجا نبودم. طور شما زیاد میپرسید که شعله گلخواجه کجا شد. من زنده و سلامت هستم. طوری میبینید تنها در رخصتی بودم برای 2 هفته، اما با استفاده از فرصت چون ما تصمیم گرفتیم که در این چند روزی که تا شروع سال نو باقی مونده است ما برای شما یک برنامه سال نوی رو تهیه کنیم. من سر کار برآمدم برای چند ساعت و ما تصمیم گرفتیم که چون یک سال پوره برای شما خیلی ویدیوهای زیاد رو پیشنهاد کرده بودیم و بیننده های زیادی هم این ویدیوهای رادیو آزادی رو تماشا کردن، ما در یک گزارش ویژه برای شما گزارش های سر بیننده رادیو آزادی رو در یک سالی که گذشته نمایش میدیم. از این خاطر برای شما توصیه میدیم که روز 31 دکامبر در روز سال نو، چون ما برنامه خبری نداریم نه 31 دکامبر نه 1 ینور، از این خاطر این ویژه گزارشی ما رو از همین مکان زیبای جمهوری چک از شهر پراگ تماشا کنید. همین حالا که میبینید ما در یک مکان تاریخی پراگ که ستارمیسکا نام دارد و با زبان تاجیکی شهر قدیم است جا داریم، مکانی که جای دوست داشتنی سیاحان خارجی است، جای دوست داشتنی خود مردمان چک است و در پشت من ارچه سال نوی رو میبینید که خیلی هم زیبا است و بیشتر مردمان اینجا محض به خاطر دیدن همین ارچه به خاطر احساس فضای سال نوی به این مکان میبینند و معمولا خود مردمان چک خیلی استراحت رو دوست می‌دارند و شنبه و یک شنبه اگر شما در کوچه های جمهوری چک گشت و گذار کنید عائله های زیادی رو می‌بینید که همراه فرزندانشون سیر و سیاحت میکنند و خب فرا رسیدن سال نو باز یک بهانه دیگر است برای به هم آمدن، برای شادی کردن و در اینجا حالا بجز از اون که ارچه زیبای سال نوی آراسته شده است، اینجا بازار به قول چیخی نیز هست. اینجا شما میتوانید دستپخت‌های ملی مردم چک رو نظاره کنید و مشاهده کنید و ببینید که چگونه مردم از این خورش ها میخرند و تناول میکنند و میبینید طوری هم گفتم مردمان با فرزندانشون در اینجا سیر و گشت دارند. واقعا یک فضای زیبای ایدانه است. حالا ما همراه با شما به بلندی میبرایم از اونجایی که شما فکر میکنم میتوانید به خوبی این جای دیدنی رو تماشا کنید همراه ما و این امکانیت خوب رو از دست ندهید عزیزان ما. خب میبینیم اینجا مردم خیلی زیاد است، عکس میگیرن، تماشا میکنن و شما نیز حالا امکانیت خوبی دارید که اگرچه تو این دم در جمهوری چک نبودید، در شهر پراگ نبودید و از یک گوشه زیبای دنیا دیدن کنید. من اگر امکان پیدا کنم نزدیکتر میروم. خب طور عزیزان گفتم از این بلندی شما حالا میتوانید این فضای ایدانه رو خوبتر ببینید و در این پایان طوری من برای شما نقل کردم بازار چیخی هست که در اینجا هم خورش ها هست، هم محصولات های ملی جمهوری چک هست که عادتاً به هنگام هر عید و جشن ها این گونه بازارها رو تشکیل میکنند و معمولا اینجا سیر و دم است. خب برای شما برای معلومات شما باید بگم که چون تاجیکستان در پراگ نیز همگی یک روز سال نو رو جشن میگیرن، یک روز استراحتی است 1 ینور، اما قبل از این 3 روز روز استراحت است. این از 24 25 26 و این تولد عیسی مسیح است. خب اینجا من شما میتونید ببینید برج شهر رو میتونید از اینجا تماشا کنید و خیلی هم واقعا زیباست، چون اگر بدونید جمهوری چک و پراگ رو یکی از شهرهای زیباتری دنیا نام میبرند و این همین گونه نیز هست. مردمانش خیلی مردمان مهربان هستند، خیلی مردمانی هست کسی با کسی کار ندارد و واقعا هم باز وقتی که یگان عید میشود جشن میشود و شما میبینید که چگونه بوله هایشان اینها متحد هستند و همه کس به سیر شهر میبرند، واقعا چیز جالب است. و هرچند در تاجیکستان نیز میگن که سال نو سال ما نیست، اما ببینید عزیزان وقتی که یک عید برای شما یک محبت میدهد، یک زیبایی رو میدهد، هیچ جای بدی ندارد به فکرم و
واقعا هم سال نو سال زیباست، جشنی زیباست، جشنی هست که خورسندی می آورد و بار دیگر انسان با وجود افسانه و با وجود زیبایی باور میکند. خب بینندگان عزیز، خب اونهایی که همین حالا با ما پیوستند، بار دیگر یادآور میشوم که شما حالا یکی از مکانهای تاریخی جمهوری چخ رو تماشا دارید. ستاره میسکا هست و من شعله گلخوجه هستم، راه بلدی شما و امیدوارم که صدای ما رو شما خوب میشنوید و خوب هم ما رو تماشا کرده ایستاده اید و مقصد ما هم از نمایش این مکان این است که شما با فضای پیش از سال نوی شهر پراگ که واقعا خیلی اینجا سیاحان زیاد است شما نیز آشنا شوید. طبعا میبینید اینجا زنگوله های خیلی زیبا هستند و نرخش هم خب نرخ کم نیست، 68 یورو برای مثال من برای شما نمایش میدم. این زنگوله 68 یورو نرخ دارد، اینش باشد 52 یورو. خب اینجا شما میتوانید با محصول دستانی چرمگران و کسبی های مردم چخ آشنا شوید. آهنگری هست اینجا شمشیر رو هم میبینید، اینجا سپاه رو شما هم حتی میتونید ببینید. واقعا با زمانهای پیش شما رو این منظره ها میبرد به دوران تاریخی. این پاشا کوشک که از چرم ساخته شده است، خیلی چیزی جالب است. 450 کرون نرخ دارد با پول چخی. خب اونهایی که مثلا محصولات چخی رو دوست می‌دارن، از چرم رو دوست می‌دارن، این امکانات خوبی هست که خب ما بینندگان عزیز سیاحت خودمون رو ادامه میدهیم در میدان ستاره میسکا، یعنی که شهر قدیمی جمهوری چخ، شهر پراگ. خب اینجا یک جای خوبی هست برای عکاسی. اونایی که ما رو حالا تماشا دارن از رادیوی آزادی، از آزادی ویدیو سلام. شاید من هم این کفش رو بپوشم. نوبت ایستادن لازم است. اگر امکان باشد از پیش. زیبنده. خب واقعا هم فکر میکنم برای استراحت و برای بازم طور گفتم وارد شدن به فضای ایدانه یک مکان خوب است برای لحظه خود را در یک محیط افسانوی احساس کردن و آماده شدن به فرارسیدن سال نو. چون میگن سال نو رو با چی فکر شما پیشواز بگیرید، با چه ارزوی پیشواز بگیرید، همین ارزوتون عملی می شود. خب اینجا طور هم گفتم اینجا پخت و پز های مردم چخ است، هرچند برای شما میگم که تو این مدت من مزه اینها رو چشیدگی نیستم ولی فکر میکنم با مزه است. برای شما درود میفرستم. باید گفت که هوای امروز نیز که کمی گرمتر است نظر به روزهای قبلی. برای سیر و سیاحت و برای گشتی ایدانه مساعد است. خب اونهایی که حالا چیز نخوردن فکر میکنم با دیدن این مرغ آب دهانشان جاری میشود. خب
طوری میبینید برای شما گفتم اینجا ارچه اساسی است. خوب دربارش یک ارچه خرد که معمولا در اینجا اونهایی که برای سیاحت و جمهوری چک میبینند عکس میگیرند. ما هم یک عکس خاطره‌ای میگیریم. خب بینندگان عزیز، فکر میکنم این چند دقیقه که با شما بودیم برای شما جالب گذشت و ما توانستیم در این چند دقیقه فضای ایدانه یکی از زیباترین پایتخت‌های دنیا را برای شما نمایش بدیم و پیش برای شما فرارسیدن سال نو را مبارک میگم. هرچند تو فرارسی سال نو کمتر از یا که بیشتر از یک هفته دیگر باقی مانده است و طوری هم در آغاز صحبت گفتم فراموش نکنید روز 31 دکمبر ویژه گفتاری سال نوی برای شما منظور می شود با نتیجه های گزارش های پربیننده یک سال اخیر و تا اون وقت هم همکاران ما گزارش های سال نوی را پیشنهاد شما میکنند و فکر میکنم که شما تا فرارسی سال نو و بعد این هم چون همیشه وفادار ما میمانید و گزارش های جالب را از رادیو آزادی تماشا میکنید. ان شاء الله گل خواجه بودم. خدا نگهدار.